چی بطف کرد؟ بر شیری تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، تکرار نمایم از برایت، صد باری دیگر سلام مادر. سلامی سرشار نثار دلهای پر احساس شما باد، مادران مهربان، استادان عزیز و تماشابینان گرامی قدر. سراول همه مادران عزیز و مشفق را با این روز مبارکشان که هر یک مادر ما عید دارند تبریک و تهنیت گفته به شما عمر عطا نموده پروردگار را سلامتی، دل بغم و روح شاد را آرزومندم. البته که اولین استادی کودک این مادر است. مادر همه شخصت بوده میتواند، لیک افسوس همه مادرت شدن نمیتواند. آنقدر بزرگ است که با یک کلمه و دو کلمه تسکین کردن این کم است. به تالار زیبای فرهنگی مؤسسه دولتی مرکزی تحسیلاتی الوواگی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه خوش آمدید. وقتی که مادر میگوییم تمامی بدن و روحمون را یک احساس خوب فرا میگیرد که ما از او حلاوت میبریم. مادر به مثل زمین یکتاست. کدومی مادران است؟ بله، مادر قیمتترین نعمت دنیا، سرچشمه محبت بیکنار، همت بلندترین شخصی. کنار مادر خود مقصدی اولین حیاتی ماست. مثل آغوش مادر بیش تا سا مکان دلانگیز نیست. مادر در همه حالت چه حاضر و غایب پیوسته در یاد فرزند است. از دست رفتن مادر برای فرزند یک فاجعه خیلی بزرگ است. هیچ شاه افگار نیست. هست هر یک سطر شاعر قطره از خون دل همچو مادر، ولی او را
خواهد که دم گیرد در کنج کد نشسته. بود زیباحت من به مادر، برابر کیست در دنیا به مادر؟ عزیزان قدر مادر را بدانید، نباشد هیچ کس همتا به مادر. مادرم ای مادرم ای مادرم، مادری در زندگی بختاورم. مهر پاکت را به دل می پرورم، چون تو هستی تکیهگاه و یاورم. دسته که چادر دوختی، گلشنی شأن و شرف افروختی. با همان دسته که باغ آراستی، کشوری گل گل شکوفان خواستی. با همان دسته که منزل ساختی، قصرها و خشکیها انداختی. با همان دسته که در روی زمین بخت را کردی به فرزندت قرین. لذت دنیا برادر در دعای مادر است، دولتی پاینده از چید و سخای مادر است. بوی جان و بوی نان و بوی پیستان، بوی گلها بهاری بچگیم، بوی شیر گرمی نو دوشیده می آید زی دستانی تو مادر. در رخت آژنگ‌ها چون سطر شعر زندگی، آفرین خواننده بر عزم و ایمانی تو مادر. پیرگشتی شعله حسنت پرید، آفتاب زندگیت بر سر کوه رسید. خوش روز مادرم خواهرم، فرزندی تو بزرگ فرزندی تو کلان. مانندی زندگی عمری تو جاویدان. فردی ندیدم مثلی تو بودوار، مردی ندیدم مثلی تو خاکسار. خوش روز مادرم دلسوز مادرم، نامی بلندی تو تا کهکشان برم. مادر از همه قیمتترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. مهر به همتای مادر و مثال چشمه های پرجوش است که دشت و بیابان را گلستان می کند. ایا مادر تو را من یاد کردم، در تنهایی چشم می پوشم و صدای خنده هایت به گوشم می رسد. وقتی چشمانم را می گشایم این صدا خاموش می گردد، زیرا این صدا تصور از خاطراتم بود. تو را یاد کردم مادر، چگونه سخنهای برایت بگویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را در آغوش بگیرم. چقدر مشکل، چقدر وزبین این دوری از تو را یاد کردم مادر. بله، مادر بزرگ است. بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمت دنیا فرزند را به دنیا می آورد و شب و روز در فکری آن است که فرزند بزرگ و برای جامعه انسانی سهمگذار گردد. زنده باشد مادران! دلیل فراق و یادش در دلگران ندارم. روزی که مادرم رفت از اون نشان ندارم. باید به خاندانش پای روان ندارم. چون مگی هم به مادر
خوشتر ز جان ندارم، نام کی مامان بر من جز نشان ندارم. غیر جهانی مادر دیگر جهان ندارم، روز که مادرم رفت از اون نشان ندارم. باید بخوانم دامش پای روان ندارد، جان بدهم با مادر خوشتر ز جان ندارم. نام کی مامان بر من جز نشان ندارم، غیر جهانی مادر دیگر جهان ندارم. باید بخوانم دامش پای روان ندارم. با مادر خوشتر ز جان ندارم، نام کی مامان بر من جز نشان ندارم.
دستی تو رو گرفته میبرداشتم. امروز که مرا در بستر مرگ دیدی، برای من گریه مکن، زیرا که مرگ روزی بالای تو هم میآید. مادر خود را داشته نتوانسته گریه کردن گرفت و دردش زیادتر شد. شب بود. مادر از سوز بدن بلند صدا برآورده گریه میکرد. فرزندش ناراحت شده از خوابش خیسته با سیاست گفت: مرا خواب نمیبرد، کودکان کنینتان ناراحت شده ایستاده است. مادر با علم گفت: میلش بچه جانی بی‌مهرم. از این چند لحظه گذشت. صدای مادر خاموش شد. خاموشی شد. فرزند کینین بر راحت خواب رفتند. سحر می شود. گذشته است. مادر رو بخواب برگشت به خانه‌اش. زنش به او یک مکتوبی را می دهد و می گوید: این مکتوب را مادر پیش از مردنش همین امشب به تو نوشته است. فرزند با علم مکتوب را گشاده دید. پسرجانی بی‌مهرم، من تا امروز هر دعا و هر خواهشی از خداوند میکردم برای خودم. مادر بود که یک پسر داشت و پسری او با یک دختر نازنین چهره شناس می شود. روز و پسر به دختر میگوید: تو مرا دوست می‌داری؟ دختر گفت: به یک شرط. پسر در جواب گفت: چه شرط است؟ من راضیم به این شرط. دختر گفت: تو رفته برای من دل مادرت را بیار. پسری به عقل فکر نکرده میرود، میبینه دل مادر را گرفته دوان دوان میرود. ناگاه به سنگ پیش و پا میخورد. بعد با قدرت الهی از دل مادر صدای میبراید: گفت: وا پسر جانم، یگان جدلت نخورده است. تو باید به مقصدت رسی.
پسر از کاری کردش پشیمان می شود. اما دیر شده بود. دیدید قدرت مادر به این حد زیادتر است. پسرم اکنون گوش بده. روز پسر و نزد مادرش رفته از او پول میخواهد و مادر میدانست که او پسر قهرش میآید و به حجره خود میرود. بعد چند پسر آمده در نزد آشخانه می ایستد که در آنجا مادرش خوراک پخته ایستاده است. بعد در بالای میز یک ورقی گذاشته می رود. بعد مادر رفته ورق را می گیرد و می خواند. در آنجا نوشته است که مادر، پول آن که من دادرم را نگاه و بین می کنم 20 تومان کی به من می دهد؟ پول آن که با دادرم بازی می کنم و او را افتیدنی نمیمونم، پول این را کی می دهد؟ پول آن که من هر روز به بازار رفته برای خوردنی خودمان چیز یافته می آورم، پول این 70 تومان، پول آنه که پشت ورق می نویسد پسرم، پول این که من تو را 9 ماه در بدنم نگاه داشتم این بی‌بهاست، پول آن که من تو را از کودکیت نگاه و بین کرده من تو لباس میخرم، تو رو میخورانم. میگم که اگر شما در آفریقا ببینیم شما مرا میفروختین. این خیلی نگذن نگاهی من نخواد مثل تو برای پری خوشرو زنی زیبا را بوده فروشم و آخر مردم من در پشت نکنم. من گفتم در پشت نکله نمیزنم که بدن قاضی یا خوری نکنی که به بلا باشه. مرا گوش کن این سفره نامبر خونه سمانی چلا 4 دانه گرفته بیار فهمیدی؟ خودت بدونی که من رقاب گفتنمتون بود رو بستونی که دوری داری؟ این خشم شما کی؟ ای حاجبه من این 20 تومان نگیر دست شگیر بیار با کامپیوتر بازی و علالاتش نکنی میدونی اگر سلامت نکنه هر نگذاره خوبت کردم. اینو نتگیرم بگیرم من سوخم من سوخ خیلی شایست میدم نو نته اما بگیرم من سوخم بگیرم سلام علیکم نام داره مگرم باید چه دارفای کمان نام داخل من نریسم نه اگه تو سوال کردن چون 6 تاناته نماره آنای دوتر در کار نه